خب سلام مجدد دوستان. برای شروع باید پروژه جدید بزنیم بالا، مادر بزنیم، چون اولش صفحه نیاز داریم. صفحه رو مشکی انتخاب میکنیم که به کارمون باید بخوره. روی صفحه ضربه میزنیم، چرخش انتخاب میکنیم و روی سر پا که دوتا ویدیو رو میخوام بذاریم با هم دیگه و کوتاهش میکنیم. فقط نیاز داریم که باشه و ویدیویی که میخوایم انتخاب میکنیم. یه پس زمینه برای ویدیو اول سفید انتخاب میکنم که متوجه بشم کجاش باز میمونه، بالا میبرمش جا بمونه، جا باز بشه برای اینی که میخوام در واقع به صورت آینه بیاد پایین. دوباره ضربه میزنیم، برش میگردونیم، شروع میکنیم. برای اینکه یکی دیگه انتخاب کنیم باید اینو بزنم. دوباره میایم، اما برای اینکه اینو برش گردونیم دوباره میایم چرخش رو میزنیم. چرخش هم تو این 4 گزینه -90 منفی مثبت 90 آینه رو کاری نداریم، چون برعکس میشه به این حالت. اگه اون رو بزنیم چرخش افقی رو میزنیم و تیک رو میزنیم و سایز بزرگ میکنیم. خب چرا و الان تموم شد. با هم دارم به یه شکل دارن کار میکنن و در صورتی که خواستیم موزیک اضافه کنیم این علامت موسیقی رو میزنیم. خود برنامه موسیقی داره به شکل‌های مختلف و موسیقی که خواستیم انتخاب میکنیم. در واقع به سلیقه خودتون موسیقی که به دل بخواد خودتون بذارید. و البته حق کپی رایت باید حواستون باشه بهش که مال خود برنامه باشه، خود برنامه یا ازش بخرید که مشکلی نداشته باشه، یا اینکه جزء رایگان باشه. جزء رایگان نبود باید آگهی میدیدم میام بیرون. به این صورت دیگه موسیقی رو باید بگردیم حق کپی رایت نداشته باشه. اگر عکس خانوادگی که هیچی، هر موسیقی میتونید بزنید. اگر نه که باید موسیقی پیدا کنید که حق کپی رایت نداشته باشه که مشکلی نخوره. خب اگه ویدیو رو دوست داشتین کانال من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی رو اولین نفری باشید که میبینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.